اغلب شهروندان ساکن شهرهای شمال هند که در کنار رشته کوههای هیمالیا زندگی می‌کنند با این بخاری زغالی همراه معروف به کانگری زمستانشان را می‌گذرانند. زغال نه تنها در مناطق سردسیر هند بلکه در اغلب شهرهای این کشور زمستان‌ها گرمابخش خانه‌های صدها میلیون نفر از مردم کم درآمد این کشور است. برق انرژی گرانی است. هزینه برق به صورت پله‌ای و بر مبنای سطح مصرف تنظیم می‌شود. छोटे शहरों में ये है कि पहली बात तो बिजली आती नहीं है, जब आती है तो फिर यूज در شهرهای کوچک برق کمه. مردم هم صرفه جویی میکنن. اسرافی در کار نیست. زیرا هزینه برق بسیار زیاده. همکنون حدود 54% برق تولیدی در هند از سوختهای فسیلی مانند زغالسنگ، گاز و گازوئیل است و بیش از 46% نیز از منابع غیر فسیلی مانند آبی، بادی، خورشیدی، زیستی، زباله و هسته‌ای تأمین می شود. در فصل سرما هزینه برق کمتر میشه، زیرا مردم برای محافظت از خودشون در برابر سرما از لباس گرم و پتوی ضخیم استفاده میکنن. حدود 8000 شهر در هند وجود دارد که تعداد بسیار اندکی از آنها دارای گاز لوله کشی شهری هستند. اغلب مردم این کشور حتی بخش‌های زیادی از پایتخت گاز مورد نیاز خود را از طریق سیلندرهای گاز مایع تأمین میکنند. بیشتر در شهرهای بزرگ لوله کشی گاز شهری وجود دارد. سیلندرهای گاز نیز سهمیه بندی می شوند. گاز طبیعی تولیدی از میدانهای داخلی هند جوابگوی نیاز کشور نیست و حدود 46% گاز این کشور وارداتی است. روزانه واگن‌های حامل زغالسنگ فراوانی در شهرهای مختلف هند جابجا می‌شوند تا برق مورد نیاز شهروندان را تأمین کنند. در دهه‌های اخیر دولت مرکزی هند برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی زغالسنگ به انرژی خورشیدی، انرژی هسته‌ای و آب و باد بیشتر روی آورده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.